غمگین مشو، بعد این حیات دیگر است. حیاتی است که خداوند اولین و آخرین را جمع میکند. آنجا دلها آرام میگردد و عدل الله. هر کسی مالش کشیده گرفته شده است آنجا برگردانیده می شود. هر کسی اینجا ظلم دید در آنجا انصاف و عدالت می بیند. کسی ظلم کرده باشد آنجا عذاب علیم را منتظر. فیلسوفی آلمانی می گوید سیر حیات این دنیا هنوز ناکامل است. برای انسانیت حیات دیگری ضرور است که تمام نیازهای عقل و دادهای برآورده بشود. زیرا در این حیات ظالم و مظلومان را میبینیم و از انصاف درکی میکنیم. هر قدم غالب و مغلوبی را میتوان دید، اما انتقام را نه. قاتل و مقتول را میتوان دید، اما قصاص را نه. پس اگر این طور باشد حیات دیگر است تا در آن عالم عدل برپا بشود، تا مظلوم از ظالم مغلوب، از غالب برپا بشود. آره، این اعتراف از جانب کسی است که از عالم اسلام بیخبر است و با انصافانه سخنرانی نموده، چونکه روز محشر از اول تا به آخر حساب و کتاب کرده می شود. بعدا اهل جنت به جنت و اهل دوزخ به دوزخ برده می شود. پس ما مسلمانان باید اعتقاد داشته باشیم که آنگاه حیات واقعی و حقیقی ما سر می شود و آن هم باشد بعد از این عالم و عالمی دیگر رفتن که آنجا دست و ظلم و بی‌وفایی اثبات کرده می شود.